نباید از 10,000 کیلووات ساعت در یک ماه بیشتر باشد. این محدودیتی است که مقامات تاجیکستان برای ساکنان در استفاده نیروی برق جاری کرده اند. اگر کسی این معیار را رعایت نکرد، ارزش نیروی برق برایش بالا خواهد رفت. مسئولان شرکت برق تاجیک مسئله را چنین شرح دادند. قدیم تعریف با کمیته ضد انحصاری وابستگی دولت قرار حکومت است در همونجا گفتگی تعریف برای نیروی برق همه تعریف ها گفتگی در همونجا گفتگی مشتریان معیشتی که زیاده 10,000 کیلووات در یک ماه استفاده برایشون زیاد است 10,000 بالا استفاده بودگیش با نرخ تجارت حساب کرده می شود. قرار حکومت در این باره سال پیش قبول شده و به اجرا درآمده است. مقامات میگویند شمار ساکنانی که در یک ماه بیش از 10,000 کیلووات ساعت نیروی برق استفاده میبرند حدود 200-250 کس را تشکیل میدهد. رادیوی آزادی بعضی از آنها را پیدا کرد اما آنها نخواستند در روبروی دوربین صحبت کنند. رئیس شرکت برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده سبب تصمیم را پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق نامید. برای هر یک همگام میدونیم که برای یک مشتری معیشتی در حجم تا 3-4 هزار کیلووات در یک ماه این بسنده است برای هر یک اویله. بله؟ لیکن 10,000 علاقه این نشانده آن است که یگان استفاده برای دیگری هست بغیر از آن حجمی که ضرور است برای استفاده معیشتی در یک ماه. از این بالا حتما باید تعریف بازبینی کرده شود و وابسته به همین طلبات مذکور جاری کرده شود. در حالی که ساکنان ابراز نظر نمی‌کنند، اقتصاددان فاضل جان فتولایوف جاری کردن چنین معیار را در نظام حاضره انرژتیکی تاجیکستان به نفع کار ندانست. اگر ما سیستم انرژتیکی عاقلانه که در اروپا رو سمارت گرید میگویند اگر همین گونه سیستم با ما وارد جاری کرده نشد در این حالت چنین لیمیت گذاشتن بهترین کار میشد. لیکن از سبب اون که تقسیمات سیستم برقی عاقلانه نیست با طریق رقمی که سیستم سمارت گرید در جمهوری تاجیکستان پورا وارد کرده نیست در اکثریت حالا در 90% سیستم ها این سیستم این گونه شرایط ها برای تاجیکستان یک خنده‌آور میگم خطا نمیکنه. در حال حاضر هر کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تاجیکستان تقریباً 36 درم است. مکتب و کارخانه ها از این بیشتر می سپارند ولی شرکت های عظیم و انگشت شمار چون تلکا کمتر خواهند سپرد. طلبات سالانه جمهوری به نیروی برق در سال 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. تاجیکستان در سال گذشته بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال و به ارزش زیاده از 906 میلیون سامانی به خارج برق صادر کرده است.